نکاتی پیرامون خواب کودک. خواب کودک با سلامت جسمی، سلامت روان و توان یادگیری کودک ارتباط تنگاتنگ دارد. لذا خواب کودک را جدی بگیریم. خواب نوزاد چگونه از 2 تا 12 ماهگی تغییر می کند؟ نوزادان هرچه بزرگتر می شوند، در طول روز کمتر می خوابند. بین چرت‌های کوتاه روزانه برای مدت بیشتری بیدار هستند. خواب شب آنها طولانی تر شده و شبها کمتر از خواب بیدار می شوند. به طور کلی به خواب کمتری نیاز دارند. سپس در سن 2 تا 3 ماهگی در هر 24 ساعت حدود 16 ساعت می خوابند. از حدود 2 تا 3 ماهگی به بعد کم کم تمایل به خوابیدن در شب در آنان ایجاد می شود. در سن 6 تا 12 ماهگی به 14 تا 15 ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارند. آنها بین ساعات 6 و 8 شب آماده خوابیدن هستند. با بزرگتر شدن کودک او را تشویق کنید هر شب در یک زمان مشخص به رخت خواب رود. البته در تعطیلات آخر هفته 1 ساعت دیرتر به خواب رفتن اشکالی ندارد، اما بهتر است از دیرتر به رخت خواب رفتن او جلوگیری کنید. سعی نمایید از 1 ساعت قبل از خواب از وسایل الکترونیکی مثل تلویزیون یا موبایل استفاده نکند. فرزندتان را تشویق کنید تا حد امکان در طول روز به خصوص صبحها نور طبیعی دریافت کند. روشنایی روز ملاتونین فرزندتان را متوقف کرده و به او کمک می کند که بیدار شده و هوشیار باشد. تاریکی ملاتونین را فعال می کند تا او را خواب‌آلود کند. فرزندتان را از مصرف کافئین در نوشابه‌های انرژیزا، قهوه، چای، شکلات و نوشابه به خصوص در اواخر عصر دور نگه دارید. برخلاف انتظار، کودکانی که خواب کمتری دارند به احتمال بیشتری چاق می‌شوند. حدود 7 تا 15% کودکان ممکن است در خواب راه بروند و بسیاری در خواب حرف می‌زنند. جای نگرانی نیست. اغلب این عادتها را در نوجوانی کنار می‌گذارند.